با درود به بینندگان عزیز، سرخط رویدادهاست. منظورتان از استودیوی مرکزی رادیو زودی. امروز 5 اکتبر از آن خواهیم گفت که شرکت بریشنو به برخی توجیک وعده داده از قرض برق را بعد به اعتدال آمدن نظام بانکی میپردازد. طالبان جنگجوی توجیک مستقر در مرز افغانستان با تاجیکستان را با ماشین‌های زیر پوش، اسلحه و لباس نظامی که از سربازان افغان مصادره کردند تامین نمودند. یک مرد زن و فرزندانشان را در خوجند کار زده است و تصمیم دو ساکن ازبکستان برای پیاده رفتن از توشکند به دوشنبه. برخی توجیک میگوید شرکت بریشنوی افغانستان جنوب تاجیکستان را متقاعد ساخته است که قرض برق را بعد به اعتدال آمدن نظام بانکی در این کشور پرداخت خواهد کرد. به اطلاع دفتر مطبوعات برخی توجیک حالا انتقال برق را به افغانستان قطع نکردند و امیدوارند که این کشور پول برق را میدهد. اما مسئولین برخی توجیک نگفتند که قرض بریشنو در نزد این شرکت چه مقدار است. در پی سقوط حکومت افغانستان با دست طالبان در مسئله پرداخت قرض نیروی برقی انتقالی از سوی افغانستان مشکل پیش آمده است. معاون اول شرکت برق توجیک 29 ایول هنگام نشست خبری در دوشنبه گفته بود که در 6 ماه اول امسال به افغانستان نزدیک 458 میلیون کیلووات ساعت برق صادرات شده است. نرخ 1 کیلووات برق برای افغانستان 4.5 سنت بوده است. در سالهای صوب استقلالی نظام تامینات برق در کشورهای آسیای مرکزی به مشکلات گرفتار شده. تاجیکستان تا به حال در فصل سرما برای اهالی با لیمیت برق میدهد. روز 4 اکتبر اولین جلسه حکومت موقت طالبان از زمان اشغال افغانستان در ماه آگوست سال جاری برگزار شد. در این باره سخنگوی طالبان ذبیح الله مجاهد خبر داده افزود که مأموریت این جنبش اسلامی نشر شناسنامه و کارت هویت شهروندان افغانستان را از سر خواهد گرفت. ماه گذشته در پی بیرونشوی نیروهای خارجی از افغانستان طالبان حکومت خود را تأسیس دادند. یگان کشور عالم حکومت آنها را اعتراف نکرده است و معلوم نیست که شناسنامه ها و کارت های هویتی از طرف طالبان نشر شده را کسی اعتراف خواهد کرد یا نه. در نشست روز دوشنبه طالبان باز چند نفر را به مقام های وزیر و فرمانده نظامی تعیین نمودند. همین طریق روی خط 38 منصبداری تازه تعیین شده که از طرف پیشوای طالبان مولا هیبت الله آخوندزاده به مقام هایشان پیشبری شدند انتشار گشت. اکثر کل آنها روحانی و نماینده قوم پشتون بوده. پیشنهادهای تشکیل حکومت فراگیر با اشتراک نمایندگان قوم و ملت‌های گوناگون و از جمله زنان را نادیده گرفته است. منبع‌های امنیتی در تاجیکستان و شمال و شرق افغانستان میگویند در دوام 2 هفته اخیر طالبان جنگجوی تاجیک مستقر در مرز افغانستان و تاجیکستان را با ماشین‌های نوی حربی و اسلحه و مهمات تازه تامین کردند. همین منبع‌ها ابراز داشتند که در عین زمان طالبان جنگجوی اویغور را از مرز افغانستان و چین کنار کشیدند. منبع‌های امنیتی در تاجیکستان و افغانستان اعلام می‌کنند که جنگجوی تاجیک در ولایت شمالی بدخشان افغانستان اکنون سواری ماشین‌های زیرپوش همر و لباس نظامی آمریکایی که از ارتش ملی افغانستان مصادره شده است سیر می‌کنند. منبع‌های ذکر شده تخمین می‌کنند که فعلا در مرز افغانستان با تاجیکستان کمش 200 جنگجوی تاجیکستانی مستقر میباشد. وزارت مالیه تاجیکستان میگوید در 8 ماه سال جاری درآمد بودجه به مبلغ 82 میلیون دلار بر زیاد اجرا شده است. در حالی که سالهای اخیر نقشه پیش بینی شده اجرا نمیگردید و کمبود بودجه از حساب شریکان بین المللی رشد برطرف میشد. وزارت مالیه میگوید امسال 72% نقشه بودجه از حساب افزایش جمع‌آوری اندازهای اساسی پر شده است. بر علاوه رشد اقتصاد و زیاد شدن جایهای کاری سهمگذار بوده است. درآمد بودجه دولتی تاجیکستان برای سال 2021 در حجم بیش از 27 میلیارد سومانی مقرر شده است که نسبت به سال گذشته 141 میلیون دلار زیادتر می باشد. عین زمان دخل و خرج بودجه دولتی در تاجیکستان پورا نشر نمی شود و دسترسی نیست.
تابستان سال جاری انتقال پول مهاجران توجیک به وطن افزوده است. آژانس اطلاعاتی پرایم با تکیه به معلومات نظام انتقال پول کانتاکت می‌نویسد که فرستادن مبلغ از روسیه در دوام ماه‌های ایون و آگوست نسبت بهار امسال 30% زیاد شده است. حجم میانه انتقال پول بیش از 16,000 روبل را تشکیل داده است. بر اساس اطلاع شرکت در دوام تابستان امسال افزایش انتقال مبلغ به تاجیکستان و ازبکستان ثبت شده است که 37% را تشکیل می‌دهد. این آمار در حال نشر می شود که روای منتظم هوایی بین دوشنبه و مسکو از 1 اپریل آغاز شد و شهروندان تاجیکستان بعد تقریبا یک سال بسته بودن مرزها امکان یافتند به روسیه سفر کنند. سال گذشته مهاجران کره تاجیک از روسیه 1 میلیارد و 741 میلیون دلار فرستاده بودند. بسیاری از آنها در اوج پنجشنبه کرونا ویروس بنا به جاری شدن کرانتین بیکار و بی‌معاش ماندند و نتوانستند به عائله‌هایشان پول فرستند. شماری از مؤسسه‌های بزرگ رسانه‌ای روز 3 اکتبر سندهایی را نشر کردند که از ثروت جمع‌کنی پنهان رهبران جهان از جمله الهام علیو رئیس جمهوری آذربایجان، ملک عبدالله پادشاه اردن، اندری بابیش نخست وزیر جمهوری چخ و نزدیکان ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه نقل می‌کند. حجت‌های فاش شده که با نام سندهای پاندورا معروف است شامل نزدیک 12 میلیون حجت می‌باشد. این سندها 5 سال پس از افشای اوراق پاناما نشر شده است. آن نشان می‌دهد که ثروتمندان جهان چگونه دارایی‌های خود را به طرزهای گوناگون پنهان می‌کنند. کنسورسیوم بین‌المللی روزنامه‌نگاران که قرارگاهش در واشنگتن است می‌گوید این سندها مربوط به 35 رهبر کنونی یا سابق جهان و همچنین 330 سیاستمدار و مقام رسمی از 91 کشور جهان می باشد. دیروز در شورای مجلس نمایندگان تاجیکستان وارد نمودن ماده 9 به کودکس جنایتی بررسی شده است. طبق لایحه برای تعلیم غیرقانونی دینی از جمله توسط اینترنت و اگر این کردار خصوصیت اکستریمیستی نداشته باشد و بعد ادای جزای مأموری تکرارا صادر شود جوابگری جنایتی در پی خواهد داشت. در تاجیکستان 3 سال این جانب تعلیم دینی در مسجد و نزد روحانیان محله منع شده به دوش نهادهای آموزش و پرورش دولتی واگذار گردید. این محدودیت باعث شد که ده‌ها روحانیان بازداشت و به جوابگری کشیده شوند. تابستان سال جاری عملی رحمان از جای داشتن تعلیمات غیرقانونی دینی در وادی رشت اظهار نگرانی کرده بود و از جمله گفت سال 2020 و 5 ماه سال جاری تقریبا 70 حالت غیرقانونی تعلیم دادن زیاده از 280 نفر کودکان و نورسان آشکار کرده شده است. یک ساکن 39 ساله شهر خوجند به زن و فرزندانش با کارت حمله کرده است. وزارت کارهای داخلی میگوید حادثه آخر هفته گذشته و زمانی رخ داده است که اعضای عائله این مرد خواب بودند. به قول منبع گمانبر در خانه استقامتیش با کارت یک چند بار به قفس سینه و دیگر عضوهای بدن همسر 32 ساله و دختران 8 و 11 ساله‌اش ضربه میزند. سپس مرد با مقصد خودکشی با کارت به قفس سینه و دستان خود نیز آسیب می‌رساند. از زخم‌های برداشته دختر 11 ساله در جای حادثه به هلاکت می‌رسد. مرد با همسر و دختر دیگر نابالغش به بیمارخانه انتقال داده شدند. وزارت کارهای داخلی سبب سر زدن این جنایت مدهش را شرح نداده است ولی به نوشته سامانه پرستیجی این حمله در پی مناقشه عائلوی صورت گرفته است. در رابطه با حادثه مذکور دادستانی شهر خوجند پرونده جنایتی آغاز نموده تفتیشات ادامه دارد. دو جوان ساکن ولایت سیردریای ازبکستان تصمیم گرفتند که از توشکند تا دوشنبه پیاده سفر کنند. الدور جورایف و شیرخان شیربویف در این باره به خبرگزاری‌های ازبکی گفتند. سفر آنها از پایتخت ازبکستان تا پایتخت تاجیکستان در مجموع 415 کیلومتر را در بر گرفته طریق مسیر توشکند، بیکوباد، استرافشند، شهرستان عینی، ورزاب، دوشنبه عملی می شود. این دو جوان نیت دارند مسافه مذکور را در مدت 9 روز طی کنند. طبق نقشه سفر آنها تیر ماه سال آینده زیر عنوان ماراتون دوستی انجام می شود.
дӯстони азиз, ҳоло барои шумо дар бораи қурби расмии асъори хориҷӣ дар Тоҷикистон иттилоъ медиҳам. Бонки миллии имрӯзи 5 октябр $1 11 сомониву 30 дирам ва 1 евроро 13 сомониву 15 дирам таъин кардааст. имрӯз 1000 рубли русӣ расо 155 сомонӣ нархгузорӣ шудааст. дӯстони гиромӣ, 10 дақиқае ки дар ихтиёр доштем ба поён мерасад. Бо сипос ки ҳама рӯза моро тамошо мекунед. ёдатон наравад, дар пеш барномаи хабарӣ дорем ки 30 соат пас тақдими шумо айзон мешавад. То мулоқоти навбатӣ, худро эҳтиёт кунед.